Temperatur km om 20 kilometer. Salam. السلام علیکم دوستان. سلام از خوجان تاجیکستان و تمام جهان. سلام به نبیره های بابا. فرمین امروز در اینا مسیر اینا marşrut deriz. Bori aval çün marşrut ne güzel. Yani nakşe dali 30 kilometre bori aval. Ben o projeyi çabuk. Başıma tamaşaya hoş. Evet ve selamlar. یک در 5 کیلومتر قهرمان‌ها را وا می‌کنیم. السلام علیکم. چراغ‌های شهر را خاموش کردن شاید تا اینکه داو سبک شود. السلام علیکم. اکو رزورات. السلام علیکم. این نفر خیلی اختراش این دفعه نقشه کردم که وقتی مسیر تا خستگی رو احساس نکردم با دوستک صحبت کنیم. اینجا 8 کیلومتر محلی بافنده شالکامبینات و باید از یک چی میپرسیم یک دوست ما همین شما. علیکم سلام. همین هم سینفا هم کورساکادی آش بمیرید به؟ همون آش بش همون هم کورساکادی آش بش دیگینده هم کورسا میپرسم که همین خیلی میدعوی تو میلان نمیتیه تو یگان های نمی مقصدی دویدنی تو چی گفته پرسن چی میگویی؟ رحمت سوال نغز به هر باره که قطعی همکورسا آش بشینیم aynen همین سوال میتیم. الگوریتم اپتیمیزاسیونی مرچه هست برای راهی اصلا کوتاه‌ترین یافته. ما همین چیزا برای راهی اهم ادامه راهی اهم بهتر راهی اصلا بیش ما برای دریافت کردن این راهها یعنی داخل شهر درگیر راههای اپتیمالی از معین کنندگی که اگر مسیری نه لازم باشه به طور تیزی پیش داده میشه. دوستان مسیری نو بیشمال داشته باشه میتونید مراجعه کنید. اینتלקتی صنعی الگوریتم‌های مرچه در خدمت شما. حاضر یک ایستگاه گذاشتیم و بچه‌های بیمانی هر خیلی میشن بعضی‌ها آبادکاری میکنن بعضی‌ها ویرانکاری. تیره‌های ایستگاه شکسته و یک چی عجیب به خاطر معلم رسیدین تئوری تیره‌ها یا آینه‌های شکسته را از بیت خکام همون نقل کنید زارا یک بریم ما شوقمند شود. بله این سالهای بشکرم اگر خطا نکنم 70 در نیویورک دیدیم که جنایتکاری هر خیلی با استفاده گرافیتی یعنی رنگ ها کوچه ها و هر خیلی رسم کشیدن بیزیب کردن یعنی چیزا مشهور شده بود. همون اگر خطا نکنم میری شهر یعنی خیلی قرار قبول میکنن که فرض کردیم اگر وگانی مترو یگان گرافیتی نوشته شدگی باشد آن را برای صد نمیتیم برای داشته رنگ کرده بعد ثانی صد میتیم تا اینکه در چشمی ببینیم که شهروندا همین چیز نمایان نشه و این چنین یعنی تا باره همین خلق ها یعنی قسمت ها کمتر شده میبره و یک ببینیم که عالم درباره همین یک تئوری نوشته که اگر فرض کنیم همین بینای شیشگین اگر
یک آینه اگر شکستگی باشد و باید درو درست کنم اون. اگر باید درست نکنیم اگر دیگه راست میشکنه. دویمش میشکند، سیومش میشکند و هاکذا ببینیم که باید بدتر شده میگه. همین اصول ما در برنامه سازی نیز استفاده میبریم. یعنی اگر برنامه‌نده یک تا خطا دوش باشد، در یک برنامه ساز باید در وقتی که تخترین آن را به دیگران خبردار کنه. یعنی به حال خود نگذارد که یگان نفر دیگر درست میکنه و این بسیار یاردم میکنه تا اینکه شخصان بی‌طرف نباشن و سری وقت خطاگی ها را اصلاح کنه. چون این نمونه ها را نظارت کده ممکن در کوچه ها وقتی که یگان نفر یگان پرتابه میپرتاد در جای معین کرده نشده، اگر وی بر وقت توضیح نکنیم اگر اونجا پر شده میگیره، آدم ها عادت میکنه اونجا آمده توضیح کنیده، آدم ها فکر میکنن که اینجا جای مسئول بود که همین نامشه چیاری رزبیتی فکان میگه وقتی که یگان کم بودی میبینید باید وی سری وقت اصلاح کنید. سلام باشی تازه راستی گب یک چی به خاطرم رسید، یک بایت به خاطرم رسید و هیچ نکه اون بایت جنبست کنم. یک بایت بود چوز به مادر اوار روزگار دیگر روزگار رو نماند خراب. انا سلامت باشید. شما کجا رسیدم بچه ها؟ مرشد کوه نمیای بس کردم. ما ناظر از خوش گذشتگی لوچین و لوبام در آمدی کجاند، یعنی مهمانان را این لوچین با میخورد. البته تعریف پوره آن را من متاسفانه از خاطر برآوردم. بعضی میشه که از خاطر میبرارید خیلی دلگیر نمیشیم و سیر ادامه میده. انا وقتی برای خسته نشدن همین ماشین ها میگذرن، مارشروت ها میگذرن، همین کدی مارشروت های شهر کدی محله های شهر کدی مثلا شناخت شده ممکن. حاضر باید برای مثال همین مارشروت رو تحلیل میکنیم. یعنی مارشروت که آمده است که مارشروت که سه عبود است، این از چکالوس یا حاضر بستان به مسیر یوه می رود. اویدی مسیر یوه ما در اولین نیمرفان صحبت کرده بودیم. از اینجا تا اونجا تخمین 10-12 کیلومتر. خیلی بده کنی ادم دویم اتوبوس دوستا اونجایش این اتوبوس تخمین تصریف آسون هفن حدناش مسافر از خطا نکنم. اگر اینجا ترک آبی خوجند، اینجا زفرفکه بوده است، اینجا مگزین بوده است. با مارشروت سیاه این میبراید که مارشروت سیاه زیاد بوده است. از خوجند برآمدیم تخمینا 11-12 کیلومتر است. یک چی به خاطر آمد که میگه اگرش با دوران نغز آغاز کرده باشه مثلا 3 کیلومتر دویدن خواهد، 5-6 روز 1 کیلومتر دوید تا در یک روز یعنی دوی کلان توانید نصف آن را با یک حرکت گذارید. مثلا 3 کیلومتر خواهد، 5-6 روز 1 کیلومتری، یک شنبه 3 کیلومتر، 5 کیلومتر خواهد، 5 روز 2 کیلومتری، بعد 10 میشود 5 را با حضور. این چونین برای 10 دویدن روی سری برای نیم ماراتون باید مثال کنیم چون 21 کیلومتر است. دوام هفته باید 40 کیلومتر کمش دوید تا با یک دو تا امید
نیم ماراتون رو گذرید. یعنی ارگانیزم رو باید عادت کنیم و ارگانیزم زور نباید انا اینو دوانده چهره پای ما زاید جان میرزادالر بستا ما قرار داریم در مسیری بازارها. اینجا بازاری سامان توش برکت وحدت. معمول در کجان بازاری یک شنبه بازار، مال بازار یعنی چهارراه، بازاری ماشین یعنی خطا نکنیم تمام ولایت از تمام ولایت به این بازارها تشریف میآورند. خیلی خیلی و خیلی مسیری سیر آدم پر حرکت و البته باید احتیاط شد. چون مسیری اندک دراز است، مسافه دراز است. بار اول آن را گذشته ایستادیم و گرسته ما زایجا اینگونه گویم برای اندک نیروگیری یک هدیه دادن تشکر باشند. یعنی باید اساس سلامتی رو از دست ندهیم. چون اگر سلامت باشیم البته مسیر رو از نو گذاشتن ممکن، لیکن سلامتی رو از دست دادید متاسفانه مشکل می شود. حالا اگر خطا نکنم ما مسیری 13 کیلومتر 14 کیلومتر می شود. ما رسیدیم به گردش شهری بستان اشتراچکالسک. اینجا من 4 سال در آن وقت پلی‌تکنیک آسیای میانگی حاضر کالجی مخترش دانشگاه کوی مترولوژی تحصیل کردم. ماشینی مازدا است. کرنی ایوانوویچ. میگن که شب از سگ نمیترسه. من دوستا در روز هم سگ‌ها بسیار اینجا نگفتیم از شب دیر نداریم. حرکت میکنه از 60 کیلومتر نگذره. دوستا ما گذاشتیم گردشی بستان رو. اینش ما وارد میشویم به شهر غفورov. یعنی از گردشی بستان تا اینجا نه 200 بلکه این اختراش نه 200 کیلومتر، تخمین شاید 200 متر باشد. متر چنین یک شاهراهی زیبا و بر هوا